سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر لنگرود به کومله و اتاقور. امروز چهارشنبه 2 خرداد ماه و ساعت حدود 2:30 عصره. یکی از زیباترین جاهای لنگرود منطقه زیبای کومله و اتاقور هستش که در 6 کیلومتری شهر لنگرود واقع شده. این دو شهر جزئی از شهرستان لنگرود هستند. قبلا ولاگ گردش در استخر کومله رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. درآمد اصلی مردم کومله و اتاقور مرکبات، چای و برنج. پرتقال‌های پرشگوی کومله معروفیت و محبوبیت خاصی داره. بازارچه ملات که قبلا ولاگش رو در کانال گذاشتیم هم در مسیر لیلاکو به کومله قرار داره. در این ولاگ ما از میدان القدیر به سمت کومله و سپس اتاقور در انتها در جاده اتاقور به املش خواهیم رفت. در ولاگ بعدی ما گردش در مسیر لاتلی و بروردکان رو براتون قرار خواهیم داد. اگر به دیدن جاهای دیدنی شهر لنگرود علاقه دارید،